بسم الله الرحمن الرحیم. امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی. علی عشق الهی چنان در وجودش شعله میکشد که در حال عبادت تیر را از بدنش بیرون میآورن، اون چنان مجذوب حق و عبادت است که حالیش نمیشه. این چنان میگرید در محراب عبادت و به خود میپیچد که نظیرش کسی ندیده. حالا روز میشه انگار از این آدم و آدم همین آدم با اصحابش که میشینه چنون چهرهش باز و خندان، برخلاف زهاد و عباد ما که وقتی که زاهد و عابد میشن خاصیتش اینه که بعد روشون ترش میکنن، عبوس میشن، به همه مردم ملت با دشمن در میدان جنگ روبرو میشود، با چهرش باز، چهرش خندان. هوال بکاء فی المحراب لیلا، هوال ضحاک اذا اشتد الضراب. در محراب عبادت بسیار جریان و در میدان نبرد بسیار خندان. چه جور وجودی؟ قرآن اینجور انسان میخواد. ان لک فی النهار سبحا طویلا، ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. شب رو برای عبادت بگذار و روز رو برای شناوری در زندگی و در اجتماع. او گویی شب یه شخصیت است و روز شخصیت دیگر است. روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز دلشون آینه در زنگ ظلام اندازد. اون زمان وقت می صبح فروغ است که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. تعبیر جامع الازداد بودن یه مطلبی است که از 1000 سال پیش علی با همین صفت شناخته شده. صفی الدین هلی میگوید جمعت فی صفات کل اضداد و لهذا عزت لکل انداد. اضداد در تو یه جا جمع شدن، هم حاکمی هم حکیم، با اینکه اینا اغلب با هم دیگر جون در دلیان. حلیمی در نهایت درجه علم، شجاعی در نهایت درجه شجاع، خونریزی در نهایت درجه خونریزی، در جایی که خون رو باید ریخت ناسکون. عابد هستی منتها درجه عبادت. فقیری و جواد نداری و بخشنده هستی، نداری و اون که به دستت میاد میبخشی که قرار در کف آزاده کن نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در قربان. تا یه جا میگه خلقم یخجل النسیم من اللطف و بعث یذوب منه الجمال. در یک جا اخلاق اون چنان لطیف، اون چنان رقیق، اون چنان نازک که از لطافت این اخلاق نسیم شرم دارم و شجاعتی و تهاجمی و روح مجاهده‌ای که تنگها و جمادات و فلزها در برابرش که میرسن آب میشن. پس تو چه وجودی هست؟ المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین